Durmadan alsa savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse kavursa bile, dimdik dursa Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. چی شده مادر؟ بخز الیف، چی شده؟ نتیجه امتحانات آمده، چه برو؟ اون کجاست؟ مادر کجاست؟ آرام باش، اینجا بیشی من برات آی میارمش. بسیار هیجانی شدیم، نمیتونم آرام تا وقتی باشم. که من میایم دعا کن جانم. نه خیر، ما بازش کردن، نمیتونم تو بازش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیف چی شده؟ تو در طب کامیاب شدی. باورم نمیشه در طب کامیاب شدی. من دکتر میشم. خدای من دکتر میشم. خدایا زحمات رو به نتیجه نساز. مادر، پدرم منتظر است. پدرم میگه بسیار گشنه شدی. همین الان آمدم. تو دختر نامزادا را به پنتو روان میکنی. اگه پدرم خبر شود کمریتان چی خواهد کرد؟ چپ باش که پدرت خود شدید. کجاستی؟ بگی او برو. شما دو نفر چی میکنین ها؟ 2 ساعت میشه که اینجا آمده نما چیزی آماده کردن نرسین. تو بشی ما آماده میکنم برو. بیا از 2 ساعت میشه که شیشتیم. نامتون هم زن موندین، حیف است قدر زحمت یک ما درست است آماده میکنم دیگه. مرا دیوانه ساختین. مادر،
الیف خواهرم باز چلی خدا فراموش کردم. هر روز یک جای پیداش میکنم. نمیفهمم چرا برش ارزش نداره. الیف کجاست؟ پیش نور جان رفت. با او را خانه اونا روان کردم، کم کار داشتم. نگفته بودم که چله نباید از انگشتش بیرون شوه؟ کاراشویی میکرد، از او خاطر ماندش. کم عجله داشت. من مقصر هستم. تو مقصر هستی. همه قسم هست؟ توی چو ببرم بته حالا برای نشان بتم که چه کسی مقصر هستی. الیف که آمد بازم رایج میفهمم که چی کنم. من برات گفته بودم مادر جان، اما با گپ من گوش نکردی. تو اینجا چی میکنی دختر؟ با تو چی ها؟ منظور چیز که با ما چی؟ نگفته بودم اگه جایی میری یا میایی باید با من خبر بدی؟ تو بسیار انسان به عقل هستی. من تو را دوست ندارم. منظور چیز که دوستم نداری. تو باید دوستم داشته باشی. ما و تو به زودی زن و شوهر میشیم، پس باید مرا دوست داشته باشی. ایلی با من دست نزن. جانم آرام باش. پس شو گفتم. چی میکنی؟ اینجا بیا. پشت اینجا زیاد دقت شدم. در اوایل میگفتم شاید تحمل نتونم، اما حالا به اینجا عادت کردیم. مام خوش میشم قماندان صاحب. کاش هیچ از اینجا نرین. کاش که. اما در استانبول یک کار بسیار ضروری دارم. صبر کو استاد کو محترم. برات یک چیزا میگم، همراه گپ میزنم. ایلایم کو. گفتم ایلایم کو. کمک اینجا چی گپ است؟ کمک کنه نی پشت ما اعلان نمیکنه. صبر کو یک دقیقه آرام باش. کماندان صاحب فقط با هم مذاق میکردیم. میخواستم قلبش به دست بیارم. اگه 10 دانه قلبم داشته باشم، ده یکیشم تو جای نمی داشته این باشی. دختر را موتر بشان. کماندان تو اشتباه میکنی. ما بچه باکرجی هستم. با او دختر دمی روزا نامزاد شدیم. یک چند وقت بعد هم عروسی میکنیم. از قوارت خو معلوم نمیشه که نامزدت باشه. حالا بسیار با آرامی از اینجا گم شو. کماندان تا جایی که من خبر دارم 2 روز بعد از اینجا میری. او دختر خو همراه خود بردن نمیتونی و خود خستن اساس. او نامزادم مسو حتما همراهش عروسی میکنم. ما همراهت کار دارم گودیگک. روی آدم از زیاد زخمی ساخته بودی. سزاوار جزای بیشتر بود. انشالله خداوند جزایش برش بده. پس چرا همراهش نامزد شدی؟ من خوره نمیخواستم، پدرم مرا به او داد.
من تحصیل میکنم. یک دکتر میشم. توبه توبه. چطور میخوای دکتر شوی خانم محترم؟ یک باری را ببینید. ای چی است؟ نتیجه امتحانم است. پوانتون مرکزی استانبول، فاکولته طب. آفرین به تو دختر جان. پدرم خبر نداره. پات از پدرم امتحان دادیم. اگه میخوای امرای پدرت گپ زده و خانه بسازی. نه خیر هرگز. او وقت بیشتر عصبانی خواهد شد. او امرای چی خواد کرد؟ هیچ. من همینجا پایین میشم. از زنده باشن. بسیار تشکر. دکتر خانم، تو 18 ساله شدی امو تو نیست؟ پس هیچ کس به زور کدام کار را سر تحمیل نمیتونه. ما دیگه حال سن قانونی ما پورا کردیم. شما هیچ کار را به زور سرم انجام دادن نمیتونید. ما همراهی و عروسی نمیکنم. میخوایم درس بخونم. چی؟ تو میخوای مرا قاتل بسازی ها؟ کی گوشای تو را پر میکنه؟ این گپا را از کجا میشنوی؟ ما در طب کامیاب شدیم پدر. در طب. گفتی طب؟ تو چی میگی؟ ای کی میگه زن؟ شنیدینی؟ میگه در طب کامیاب شده. ما دکتر میشم پدر. خواهش میکنم مرا با آدم ندین. بانیم که به استانبول برم درس بخونم. چی؟ ما تو را میکشم زنده نمیمونم. پس زن دکتر میشی ها؟ میکشم زنده نمیمونم. تو میخوای دکتر شی؟ یک دکتر نشانه بدم. دکتر میشی ها؟ نزنید خدا. پس زن دختر راحت باد. زندگی ما تو خود شد ها؟ اینقدر درد و غمیره که ما دیدیم او چی تو خود شد؟ زن خان صاحب موتر لالی را به خاطر چی به ما داد؟ به خاطر که این دختره به بچهش بتم. حال ما به مردم چی بگویم؟ دکتر میشی ها؟ دکتر میشی لودا؟ دکتر میشی؟ پس چی زن؟ پس چی تو برو بریم شو. برو حالا دیگه گم شو. تو بریم شو. برو حالا برو بازا ما تو تنها مانده ها؟ گپ بزن. امرای بچه عروسی میکنی یا نه؟ ها؟ جواب بده. من درس میخونم. چی؟ ما امرای کار دارم. اینجا بیا. برو. درس میخوانی؟ دختره به چشم رو درس میخوانی؟ عروسی نمیکنی ها؟ برای که درسی نشان باتم. از پایتخت انقره خبرهای بسیار مهمی به دست ما رسیدند. بیننده های عزیز، نظر به تصمیم شورای عالی رتبه 76 نفر از قماندانایی که به وظیفه گماشته شده بودند، 73 تن آنها در حال انجام فعالیت‌های غیر قانونی و بعضی فعالیت‌های غیر اخلاقی دیده شدند. در ضمن در میانی افرادی که از وظیفه برکنار شده، اشخاص بلند رتبه هم وجود داشته. بیا. قماندان صاحب، از قریه وادی شیرا زنگ زده بودن. در بین دو خانواده جنگ شده. اونجا همون قریه نیست که او دختره امروز از اونجا گرفتیم؟ چطور؟ همونجاست. موضوع چی است؟ چرا دخترش خدایا تو به ای آدم چی حال انداختن؟ حق نداری درس بخون. الماس دروازه را باز کن دروازه را. چی گپ شده؟ باز چرا دیوانه شده؟ خواهش میکنم کمک کنین. او را میکشه. دیوانه شده. دخترش آدم همه قسم میزنه. با پلیس خبر دادیم. ولی خودم باید امرای بچه عروسی کنی. یلماز چیزی که من گفتم باید به گپ ما گوش کنی. یلماز ما اجازه نمیتونم. باز کن دروازه را باز کن. عروسی
نکنه. ولیا چی گپ شده که پدر دختر به خبر از گستا. زبونی 100 بار براش گفتم امتحان ندی اما بازم امتحان میگه داد. که درس میخوام. گناهی مادرم است. آن که خوب لطش کن. آره میگه که من او درس دختر میخوام. دکتر میشه کدام گناه انجام نمیده یول ما شرالتش میکنی میکشم نمیمانمه. قماندان صاحب، قماندان صاحب، قماندان صاحب، خواهش میکنم دختر من نجات بده. قماندان صاحب دروازه را باز نمیکنه. پلیس هستم. دروازه را باز کن. دروازه را باز کن. گفتم باز کنین دروازه را. باز کنین. دروازه را بشکنونید. چی شده قماندان صاحب خیریت است؟ پشو طرف برو. الیف. الیف. دختره. الیف. الیف تو خوب هستی؟ الیف دختره. الیف. الیف صدای مرا میشنوی؟ الیف دختره. الیف. الیف. فکر میکنی کار برد میزه چرا دختر بیچاره را قدر لطو کوب کردی؟ جانم آدم نمیتونه با دختر خود کمی تربیت بده. چی شده دیگه؟ والا بلا مردم دروغ میگن. میگه درس میخوانم و دکتر میشم. برات نشان میتونم دکتر شدن یعنی چی؟ برات نشان خود دادم دختر. یالماس تو چی کردی بیادرم؟ چرا این کار کردی؟ با تو چی لعوده؟ با تو چی؟ اگه بخوایم سر درس میخوانم، اگه نخوایم عروسیشم میکنم. پدر دختر به حوزه ببرین. قماندان صاحب خواهش میکنم کمکش کنین. تشویش نکنین به شفاخانه میبرین. چی پس؟ تو خوب میشه الیف. ما خود کدام کاری نکردیم. حرکت کو گاب نزن. قماندان صاحب با گپای ناقی مردم چرا باور میکنین؟ الیف. 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 خانم دکتر چشمایت باز کن. آفرین. نه ترس ببین من همراهت هستم. تیزتر برو. عجله کو. تیزتر برو. هر شب خود زیاد نان میخوردی، امشب چی شده؟ مادر ما باید آخر همی ما عروسی کنیم. یعنی مشکل تو همی بود. ما شما را نامزد کردیم بچم. او دخترم خو فرار کرده نمیتونه. او قسم گپ نیست. خب ما تا نزدیک او رفتن نمیتونم. هر جایی که مرا ببینه از پیشم فرار میکنه. میگه تو را دوست ندارم. توی دختره بیبی از قدیم گفته بودن که خر جای اسب و سنگام جای بالشته گرفته نمیتونه و ایره بفهم که این دخترم هیچ وقت خانم تو شده نمیتونه. من خو چند بار برد گفتم اما گوش نمیگیری. درست بشی. دست پس که درست بشی. تو بچه خان هستی. بچه خان هستی. ها همه قصه باید بشینی. سرت بلند کن. رویت دور بته. این طرف دور بته بچه. می طرف دور بته. خداوند جزای تو را بته توف. خانم در قریه وادی شیرا کدام گدفتی شده به پلیس زنگ دادن. چطور؟ یلماز عروس ما را زده به شفاخانه روان کرده. تو چی میگی؟ ما هم یالو رو از بین میبرم. صبر کارم باش. آشیا روی نکوزو چو بگو. گفتم بگو. او دختر به نظرم در طب کامیاب شده. میگه که عروسی نمیکنم و میخوایم به استانبول درس خواندن برم. حالیم درد میکنه؟ یه کمه. اگه قسم
دورش بتان بازم درد میکنه. درست است آرام باش. فهمیدم. خب مام دکتر میشم. در پنجره طب کامیاب شدیم در پانتون مرکزی استانبول. میفهمم قبلا برام گفتن، اما به نظرم پدرت نمیخواد که درس بخوانی. بیبی تو یک دختر هوشیار معلوم میشی. و تو گزارش علتو کو با آماده میکنم. اگه شکایت کنی به پدرت جزا میتن. این قسم یک کمی خود ترسید. نمیفهمم. اما ای کارا کده نمیتونم. یعنی چطور ای کارا کنم؟ او پدرم است. اگه چند دقیقه دیگه پلیس نمیرسید او تو رو از بین میبرد. بیبی تا فردا در شفاخانه میباشی خوب فکر کن. درست است؟ هم مسلکمون نمیخوایم بار دیگه قصه ببینم. اگه تو شکایت کنی یا نکنی پدرت 2 روز در نظارتخانه میباشه. اینقدر وقت به تصمیم گرفتنت کافی است. بها هر روز ساعت 1:30 از اینجا به استانبول میلی بس میره. تقریبا تا 2 ساعت اونجا میرسی. اگه خواستی به اونجا بری باز به من زنگ بزن. دخترم قندم لطفا از این کار منصرف شو. من گفتم که گپ زده او را قانعی میسازیم، اما خود دیدی دیگه کم مونده بود تو را بکشه. اگه میخوای مرا بکشم از بینم ببره. من به دانشگاه میرم. چرا نمیفهمین؟ این بهترین فرصت است برم. میخواین هر روز صبح تا شام در خانه مردم پاکاری کنم؟ نه خیر، من اونجا میرم. حالا که قماندان پدر من دستگیر کرده از زندان بیرون نمیشه. بازم پشت خواهد آمد. تو فکر میکنی او تو را قسم میمانه؟ فرض میکنی پشت در ها میکنه. دورالی چی خواهد شد؟ او ناحق امرای پدرت قدر کمک نکرده جانم. بهتر است که برن نوکر دهن دروازه خان باشه. ما همراه هیچ کس وعده نکردیم، همراه هیچ کسه. اونجا چی خواهد کردی؟ چی میخوری و چی مینوشی دخترم بابا؟ نمیفهمم مادر. وقت هم ندارم که فکر کنم. ساعت 1:30 میلی بس از اینجا تیر میشه. ما باید خدا به میلی بس برسانم. مادر درباره ما تشویش نکنین، درست است؟ من یک روزه یک دکتر موفق میشم مادر جان. انشالله دخترم، انشالله. داخل بیا. قماندان صاحب، این خانم دختر یلماز است. میخواد با پدرش چیزی را بگوید. با او چی میگی؟ بیزو فردا آزاد نه میشه. خیر، بسیار مهم است. منتظر بودن نمیتونم. پس با ما بگو. راستش مادرم بسیار مریض است. تنها پدرم میفهمه که دوای او را از کجا بگیرم. میخوایم امیر برش بگویم. فقط 2 دقیقه لطفاً. اجازه بتش که برم، اما زیاد وقت نگیر. بسیار تشکر قماندان صاحب. زنده باشین. چی شده دختر؟ چطور تونست اینجا بیایی؟ با یک بهانه داخل آمدم. پدر ایلیف میره. چی میگی هولیا؟ کجا میره؟ چه باش؟ به استانبول به خاطر درس خواندن میره. من دیدم کو بکس خود آماده میکرد. باز از خانه بود برآمدم. قسم میخورم که را از بین میبرم. قسم میخورم. حتی مادرمان برش گفته که نرو، اما گپش گوش نمیکنه. ما اینجا بند موندیم، از دستم کدام کاری نمیآید. اگه خانم قضیه خبر شوه مرا از بین میبرم. او چی وقت میره؟ چی بفهمم، شاید وقت بیرون شده باشه. برو به خانم خان خبر بده. پیش از اینکه بره باید مانع او شود. چطور؟ از سر را او را گرفته به خانه خود ببره. همونجا نکاحشان بسته کنه که این موضوع بسته شود. بگو پدرم همین قسم گفت. بدون کدام جشن و رخت. لوده گپ نزن. با ما چی؟ این مربوط خودشان میشه.
ما دختر خدا برشان دادیم. اونا هر کاری که میکنن بکنن. ای که رقص میکنن یا دول میزنن با ما مربوط نمیشه. حالا برو دیگه. برو. آیلیف یک بار اگه در مقابلم بیایی بدوین حالا زود حالا عجله کنه حرکت کن حالا خان صاحب خاطر تخت ما او آدم رو پیدا میکنیم. حالا ریزه بگی تیز برو. حالا دیگه زود باش. ریزه بگی پیچک کو.
دیدمش اونجاست. اونم اونجا سانا اونم هم دیدمش. زود باش. الا سرعت بگی. دید او ما را دید. حالا یک کاری بکن دیگه. بگو که سرعت بگی باید گیرش کنه. شیمکو حالا سرعت بگی. حالا تیز برو. ایلیف الیف نه که فکر کردی فرار کردم میتانی. تو چی میکنی؟ الیف تو را میگم. الیف صبر کن در بغل استادش کن. بیبی اگه گیرت کنم جزای سنگین تر میشه. الیف خودت استاتو اگنه بد خود شد. حالا سرعت بگی. الیف ساجو کجا بری؟ بیا آدم موتر بالا شو. بیا آرام باش. حالا بالا شو. کمک کنه. بالا شو دمو در بالا شو. کش نکن خودم. بالا شو دمو در بالا شو. بالا شو. خانسر بگی دستشو. مرا کجا میبره؟ بالا شو. الهیم کنه. مرا کجا میبره؟ حرکت کن. الهیم کنه. بابا دست نزن. از پیش ما فرار کردن نمیتونی. گفتم الهیم کنه. بابا دست نزن. از من دور باش. ایلا گپ نزن. مرا ایلا کن. من به استانبول میرم. به اجازه من هیچ جایی رفتن نمیتونی. هر جایی که شوارت باشه تو هم باید همونجا باشی. بیا تاشو بیا. آیسته که پایت موج نخورم. آفرین. بیا خانم این آوردمش. بله به خانه خود خوش آمدی عروس. ما نمیخواستیم که قسم به خانه بیارمت اما خودت خواستی. ما هیچ چیز نمیخوایم. من نمیخوایم عروسی کنم. این عروسی و جایداد تمامش از شما باشه. با قدر پول برین یک دختر دیگر به دورالی پیدا کنین. چرا میخواین با زندگی ما بازی کنین؟ آی زر گپ نزن. سر مرا به درد میاری دختر. به نظر مخو او لاری مزرعه قهوه خانه تمامش ناحق به پدر دادیم. پیش مخو هیچ ارزش نداری اما بچه ما تو را خوش کرده. چی کنم دیگه مجبور هستیم. تو را خوش کرده ما وظیفه ایمانی و وجدانی خود انجام میدیم. تو هم بعد از این باید مطابق رسم و رواج حرکت کنی. اگه فراموش کنی باز ما به یادت میرم. اگه بازم فراموش کنی
بازم خیلی. ما با یادت میارم. اگه بار دیگه فراموش کنی بار دیگه با یادت میارم. اگه باز تکرار شد بازم ما با یادت میارم. اما هر بار تو زیاد زجر خود دیدی. شما همراه من چی خواد کردیم؟ مرا از بین میبری؟ خوب است، مرا بکشن که همه ما نجات پیدا کنیم. دخترم ما تو را کشته میتونم ها؟ تو خانم بچه من میشی. مردمای زیاده در نوبت هستن. مادرت، خواهرت، پدرت به تو نوبت نمیرسن. دردانه بفرمایین خانم. به عروس ما یک اتاق مقبول آماده کنیم. با چشم خانم. بیا. خدایا تو منزل او را آسان بگردان. شاید به ایستگاه بس رسیده باشه مادر. خانم میخوای همراه تو گپ بزنه. همراه من چی کار داره؟ وقتی یلماز بیرون شد باز پیشش خواهد آمد. نه خیر یلمازه نه، خودت خواسته خانم. چرا قسم میبینی جانم او خود رو نمیکشه؟ حالا بیا که یک جای بریم. حالا بیا. قماندان صاحب با شما زنگ آمده. بله؟ سلام جانم، چطور هستی؟ چی میکنی؟ چی وقت بخیر حرکت میکنی؟ فردا حرکت میکنیم. وقتی رسیدم برات زنگ میزنم. درسته جانم، او وقت می آمدی برام زنگ بزن چون مادرم برات بسیار آمادگی گرفته. به آمادگی چی نیاز بود؟ تا برسم شاید خسته شوم. استراحت که کدوم با زنگ میزنم. دینیز متوجه هستی 6 ماه میشه که تو رو ندیدیم. اگه من برات زنگ نزنم تو زنگ نمیزنی؟ من لحظه شماری میکنم اما تو میگه که نباید قچله کنیم. سنم یه قسم پیش همگینه. ما و تو باید به تنهایی گپ بزنیم. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. یعنی میخوای امرای من به تنهایی ببینی جانم؟ هیچ تشویش نکن. یک رایشه پیدا کرده فرار میکنیم چون بسیار پشت صدق شدیم. تو چطور جانم؟ ماما تو حالا یک کار دارم، بعداً برات زنگ میزنم. درست است؟ درست است جانم. البته تو به کارت برس. با امید دیدار. بازم سرد رفتار کرد. مثل همیشه. از روزی که اونجا رفته کاملا رفتارش تغییر کرده. وقتی اینجا آمد باز واضح ازش بپرس. هر چیزی که باشه بدون اینکه کسی خبر شوه این موضوع رو حل میکنیم. تو دختر قماندان قدرت هستی. هر قسمی که باشه من برات اجازه نمیدم پیش کسی کم بیایی. مادر جان هیچ گپ نمونده که ازش بپرسم. او چله را به انگشتش کرد. حال دیگر رای برگشت نداره. همه ما بسیار خوب میفهمیم. اگر نمیفهمم من میفهممش. دختر مقبولم. چی شد امرای دینیز گپ زدیم؟ همیال قد کردم پدر جان. فردا پس میایه بخیر. از او خاطر هیجانی است. ما بسیار خوش است. بسیار خوب است. خب دخترم درباره نامزدی گپ زدیم. ضرور نیست عجله کنیم بان که یک بار اینجا بیایم. دینیز همه چیز با ما مونده پدر جان. گفت هر چیزو در باید آمادگی رو بگیریم. حال وام نمیخواد که منتظر باشه.
میگه که نامزدی و عروسی رو باید یک جا تشکیل کنیم. بسیار خوب است. خب پس تو چی نظر داری؟ پدر جان، ما وقت لباس ما انتخاب کردیم. امروزم به خریداری میرم. با امید دیدار.